آقای نبی‌زاده، میشه برای ما بگویین که تفاوت بین اعتماد به نفس و عزت نفس چیست؟ تفاوت بین اعتماد به نفس و عزت نفس. اعتماد به نفس چیزی است که ما در مورد یک چیز معلومات داریم یا هنر او را داریم یا ما استعداد یک کار را داریم که انجام بدیم، ولی بالای خود باور نداریم که ما این کار انجام داده میتونیم نمیتونیم. به طور مثال میگم، اگه یک فرد بخواد یک بیزنس یک کار را راه اندازی کنه، فکر کو سرمایه داره، استعداد داره، اطلاعات داره، ولی بالای خود اعتماد نداره، باور نداره که آیا ما همین کار انجام دادن میتونیم یا نمیتونیم، یا از عهده انجام این کار برآمدن میتونیم یا نمیتونیم. این میشه اعتماد به نفس. عزت نفس، عزت نفس به چیزهایی گفته میتونیم که ما به خاطر برای خود ارزش قائل باشیم. فکر که هر قسمی که در زندگی هستیم یا هر قواره‌ای که داریم، هر استعدادی که داریم، هر قسمی که هستیم و خود قبول داشته باشیم. یعنی ارزشمند خود بدانیم، نه دیگران را. خود ارزشمند بدانیم، خود دوست داشته باشیم و خود نوازش بدیم و خود قبول داشته باشیم. هر قسمی که هستیم خود قبول داشته باشیم.